به هر چی بوی وطن می دهد سلام سلام، به هر کی عشق به ما می دهد سلام سلام، به هر کی هم نفسی ما بود درود درود، به هر کی دل به سخن می دهد سلام سلام، به هر چی بوی وطن می دهد سلام سلام. دوستانی عزیز و ارجمند، سلام، درود، صمیمیتی سرشار از محبت نثار شمایان باد. واقعا هم امروز این درگاه بوی وطن می دهد، بوی تاجیکستان، بوی اسفره باستان. و اینجا شهر مسکو است و اینجا چایخانه راحت است که امروزها در خدمت مردم مسافر، در خدمت کلی مردم شهر مسکو است. دوستان عزیز و ارجمند، در این موضع خوب با یک زمره استادان، با یک زمره دوستان قدردان، هموطنان، همشهریان امروز سرجم اومدیم و یک محفل خوبی را هم داشتیم، صحبت‌های صمیمانه، یادهای زیبا. و این دم من می‌خواستم سلام و صمیمیت‌های راهبریت این چایخانه، سلام و صمیمیت‌های اکوی عزیزمان، اکوی امرالله خان یوسفوف را به شما بیان سازم و از نام مردمی که امروز اینجا سرجم آمدند برای مهمان دوستی، مهمان نوازی، برای معامله بهترین و طعام‌های خوش لذت و بهترین می‌خواستم اظهار سپاس کلی حاضرین را به شما بیان نمایم و در جاده صاحبکاری برای شما باز هم موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا می‌کنیم. بگذار چایخانه راحت، مکان راحت بخش، مکانی که دوستی مردم عزیز اسفر، مردم تاجیک اینجا مستحکمتر و خوبتر میشود، همیشه همین گونه باشد. اینجا یکی از شخصیت‌های برومند دیارمان محترم اماکی عبدالسبحان حضور دارند. اماکی عزیزمان سبب شدند که یک زمره همشهریان ما در این مکان خوب سرجم شوند و یک آش با لذت روی میز گذارند و با هم صحبت‌های خوب و صمیمانه بابت وطن عزیز، بابت مردم عزیزمان داشته باشند. بهر اماکی عزیزمان، اماکی عبدالسبحان نیست، من اظهار سپاس کلی هموطنانمان را بیان میکنم. واقعا هم شاعر بزرگواری ما بیهوده نفرمودند هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هرچند امروز در بیرون برفی زیاد باریده ایستاده باشد و هوا سرد هم باشد، لیکن وقتی واردی چایخانه راحت میگردی خود را راحت احساس میکنی، خود را در یک فضای دوستانه، در یک فضای گرم و صمیمانه احساس میکنی. و البته برای مساعد شدن چنین یک شرایط سهم اماکی عبدالسبحان نیز خیلی هم بزرگ است. اماکی عزیز، اکوی عزیز، همیشه سلامت باشد که اقدام‌های خوب شما باعث سرجمعی، باعث متحدی مردم عزیزمان، مردم تاجیک گشته باشد. و دوستان عزیز، امروزه نشست برای من مخصوصاً بسیار هم یک نشست خاطرمان بود، چون که مرا و کلی حاضرین رو همراهی داشتم استاد صنعت، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد دلشاد جان محمدов. از دیدار شما استاد در این شام زیبا، این شام رو شام غریبانه میگن، لیکن برای من این شام یک شام زیبا، شام عاشقانه شد. گویم هم خطا نمیکنیم، چون که در چنین یک فضای خوبی که خود رو ما گویا در خانه احساس کردیم، گویا در همان چایخانه راحتی اسفره باستانی هم خودمون رو در زمرد احساس کردیم. من این دم تمام سلام و درود و صمیمیت‌های مخلصان عزیز را به شما بیان میکنم. همیشه در جاده صنعت استوار باشید. فرهنگ اسفره، صنعت اسفره با هستی شما همیشه افتخار میکنند. ناگفته نماند دوستان عزیز، همین نوار زیبا رو این دم ثبت کرده ایستادند. یکی از بهترین نواربرداران تاجیکستان، گویم هم خطا نمیکنیم، اکوی عزیزمان نواربردار کسبی عبدالجلال مومینов. باید گفت که استودیوی جلال امروز دفتر کاری خود را، آفیس خود را در شهر مسکو تشکیل کردند و در توی و مراسم ها، در چاره‌بینی های شادیانه مردم عزیزمان در خدمت هستند. ما آرزو میکنیم اهل صنعت که همیشه در خاندان مردم عزیز تاجیک
хушбахтӣ бошад, тансиҳатӣ, тӯю шодӣ бошаду дар чойхонаи роҳат тӯй бисёр шудан гирад, маҳфилҳои хуб бисёр шудан гирад. мо ҳама сарҷамъ шуда дар хизмату шодӣ шарикашон бошем. барои чунин як шоми зебо акои Амруллохон барои шумо изҳори сипос мекунам. Барои устод Дилшодҷон Маҳмадов, барои амаки азамон, амаки Абдусубҳон изҳори сипос мекунам. ҳамеша сеҳат саломат бошедтон ба бахти ҳамватанони азизамон. азизони дил, иншоаллоҳ ки аз ин чойхонаи воқеан ҳам бароҳат, чойхонаи роҳат боз хабарҳои хушро интизор бошед. рӯзҳои наздик боз филиалҳои нави ҳамин чойхона дар Москва ва дар дигар минтақаҳои Федератсияи Русия боз хоҳад шуд ва аз он ҷо нашрҳои хуберо мо иншоаллоҳ пешкаши шумо хоҳем кард. Сарбаланд бошед.